کتاب 23 سال. نویسنده علی دشتی. فصل اول. محمد. بخش چهارم. بعثت. حرا کوهی است سنگی و خشک در 3 کیلومتری شمال شرقی مکه. بر مرتفعات صعب العبور آن غارهایی هست که حنیفان متزهد بدان روی نهاد روزی چند در تنهایی خیالانگیز آنجا معتکف شده به تأمل و تفکر می پرداختند. مدتی حضرت محمد نیز چنین کرد. گاهی رغبت شدید به تنهایی و دوری از غوغای زندگانی او را بدانجا می کشانید. گاهی آذوقه کافی می برد و تا تمام نشده بود بر نمی گشت و گاهی بامدادان می رفت و شامگاهان به خانه می آمد. یکی از غروب‌های پاییز 610 که بنا بود به خانه برگردد به موقع برنگشت. از این رو خدیجه نگران شده کسی به دنبال وی فرستاد، ولی پس از اندکی خود محمد در آستانه خانه ظاهر شد، اما پریدرنگ و لرزان. بیدرنگ بانگ زد مرا بپوشانید. او را پوشانیدند و پس از مدتی که حال او به جای آمد و حالت وحشت و نگرانی برطرف شد، پیش آمدی را که موجب این حالت شده بود برای خدیجه نقل کرد. در اینجا خوب است حدیثی از عایشه نقل شود که غالب محدثان بزرگ و معتبر چون مسلم، بخاری، ابن عبدالبر، ابو داود طیاسی، نویری، ابن سیدالناس و فقیه به نامی چون احمد ابن حنبل در مسند آورده اند. آغاز وحی رسول به شکل رویای صالحه به وی دست میداد و مانند سپیده بامداد روشن بود. در غروب یکی از روزهایی که در غار حرا گذرانیده بود، ملکی بر وی ظاهر شد و گفت اقرأ، یعنی بخوان. و حضرت محمد جواب داد ما انا بقارئ، یعنی نمیتوانم بخوانم. آنچه حضرت محمد برای حضرت خدیجه نقل کرده است بدین قرار است: فاخذنی وغطنی حتی بلغ منی الجهد، یعنی آن فرشته مرا پوشانید به حدی که از حال رفتم. چون به خود آمدم باز گفت اقرأ، یعنی بخوان. باز گفتم نمیتوانم بخوانم. باز مرا فرو پیچید به حدی که ناتوان شدم. آنگاه مرا رها کرد و برای بار سوم گفت بخوان. باز گفتم نمیتوانم. باز مرا فرو پیچید و سپس رها کرد و گفت اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. بعد از این صحنه فرشته ناپدید شد و حضرت به خود آمده راه خانه اش را پیش میگیرد. سپس به حضرت خدیجه میگوید من بر جان خود بیمناک شدم، خشیت علی نفسی. این عبارت حضرت رسول را بر چه باید حمل کرد؟ چرا بر جان خیشتن بیمناک شده است؟ آیا خیال کرده است در مشاعر وی اختلالی روی داده است، یا سحر و جادویی در کار او کرده اند و یا بیماری چاره ناپذیری بر وی مستولی شده است؟ از جوابی که خدیجه به وی میدهد و او را تسلیت میبخشد و آرام میکند چنین احتمالاتی ممکن به نظر میرسد، زیرا به وی میگوید هرگز خداوند بر مرد درستی چون تو که از مستمندان دستگیری میکنی، مهمان نواز و نسبت به خیشان مهربان هستی و به آسیب زدگان کمک میکنی، بی عنایت نخواهد شد. پس از این گفتگو و پس از آنکه محمد آرامش خود را باز می‌یابد، حضرت خدیجه خانه را ترک کرده به سوی ورقه ابن نوفل می‌شتابد و حادثه را برای وی نقل می‌کند. ورقه که از بتپرستان مکه بیزار و پیوسته محمد را به تأملات روحانی خیش و دوری از عادات سخیف قریش تشویق می‌کرد، به خدیجه می‌گوید بعید نیست که این حادثه دلیل توجه خداوندی باشد و محمد را به هدایت قوم خود مأمور فرموده باشد. در حدیث عایشه چیزی که برخلاف موازین طبیعی باشد نیست و بلکه میتوان آن را با اصول روانشناسی منطبق ساخت. رغبت شدید به امری آن امر را به صورت ظهور و واقع شده در می آورد. صورت آرزوی مردی که قریب 30 سال به موضوعی اندیشیده و پیوسته به واسطه تماس با اهل کتاب در نفس وی راسخ شده و با ریاضت و اعتکاف در غار حرا از آن فکر اشباع شده و سپس به شکل رویا یا به اصطلاح متصوفه اشراق ظاهر گردیده است جان میگیرد. صورتی از اعماق ضمیر ناخودآگاه بیرون جسته و او را به اقدام میخواند، ولی حول اقدام به این امر او را میفشارد به حدی که تاب و توان از او سلب شده حالت خفگی به وی دست میدهد. ورنه توجیه دیگری نمیتوان بر این واقعه تصور کرد که فرشته او را فشرده باشد به حدی که بیتابش کند. فرشته صورت ضمیر ناخودآگاه و آرزوی نهفته در اعماق وجود خود اوست. خبر معتبر دیگری در این باب هست که این فرض و تحلیل را موجه می‌سازد و آن این است که محمد به خدیجه گفت وهبت من نومی فکأنما کتب فی قلبی کتابا،
یعنی فرشته در حالی که من خواب بودم کتابی را که در پارچه‌ای از دیبا پیچیده بود برای من آورد و به من گفت بخوان. از خواب جستم و گویی در قلبم کتابی نقش بست. خستگی یک روز پر از تفکر و تأمل او را به خواب خلسه مانندی می افکند و در این حال خلسه و استرخاء آرزوهای نهفته ظاهر می شود و عظمت کار و اقدام او را به وحشت می اندازد. در حدیث عایشه عبارت چنین است: حضرت به خانه برگشت در حالی که دلش می تپید و به خدیجه گفت مرا بپوشانید. پس او را پوشانیدند تا وحشت او برطرف شد، مثل اینکه از فرط هول و هراس به لرزه افتاده بود. و این حالت برای اشخاصی که دو نحو زندگانی دارند، یکی زندگانی عادی و دیگر زندگانی در آفاق مجهول و نیم تاریک روح پر از اشباح خود، اتفاق می افتد. پس از این واقعه دوباره بیرون رفت و به غار حرا پناه برد، ولی دیگر نه فرشته‌ای ظاهر شد و نه رویایی دست داد و نه هم ندایی رسید. آیا تمام آن واقعه خواب و خیال بیش نبوده است؟ یعنی پیشگویی ورقه بن نوفل و نوید رسالت سخنی واهی و گزاف بوده است؟ از این هنگام شکی چون تیزاب خورنده جان او را می‌خورد. یأس بر او غالب گردید به حدی که قصد انتحار در وی پدید آمد و چند مرتبه اندیشه پرت کردن خیش از کوه در وی آمد. اما پیوسته ورقه و خدیجه او را آرام کرده امید می‌دادند. این بیخبری و نرسیدن ندای غیبی که در تاریخ اسلام به انقطاع وحی مشهور است، 3 روز یا 3 هفته و یا به روایتی 3 سال طول کشید تا سوره مدثر نازل شد و سپس دیگر وحی منقطع نشد. انقطاع وحی نیز قابل تحلیل است. پس از آن رویا و یا ظهور و یا اشراق، تشنگی روح گم شده حالت التهاب و هیجان فروکش کرده، صورت گرفتن آرزوی چندین ساله نوعی سردی و خاموشی بر شعله درونی ریخته است و میباید شک و یأس دوباره به کار افتد و تأملات و تفکرات مخزن خالی شده بقر را پر کند تا محمد به راه بیفتد و آن محمدی که در اعماق این محمد ظاهری خفته است بیدار شود و به حرکت آید. در حاشیه حدیث عایشه راجع به کیفیت بعثت، نقل چند سطری از سیره ابن اسحاق برای مردمان نکته‌یاب خردمند سودمند است. ابن اسحاق در 150 هجری مرده است. پس در اواخر قرن اول یا اوایل قرن دوم به نگاشتن سیره نبوی پرداخته است. قریب 100 سال دوری از حادثه، خیال پردازی جای خود را در زمینه واقعیات باز کرده است. خیال پردازی و معجزه سازی هایی که به مرور زمان فزونتر و گسترده تر می شود. در روزهای قبل از بعثت هرگاه حضرت محمد برای قضای حاجت از خانه های مکه دور می شد و خانه های شهر در پیچ و خم راه از نظر ناپدید می گردید، بر سنگی و درختی نمی گذشت که از آنها صدایی بر نمی خواست که السلام علیک یا رسول الله. پیغمبر به اطراف خود نگاه می کرد و کسی را نمی دید و غیر از سنگ و درخت چیزی پیرامون او نبود. بدیهی است نه درخت میتواند سخن گوید و نه سنگ، بدین دلیل آشکار که آلت صوت در آنها نیست و به همین دلیل مسلمتر که ذی‌روح نیستند تا فکر و اراده داشته باشند و آن را به صورت لفظ درآورند. این روایت به درجه‌ای نامعقول و غیر قابل قبول عقل است که بسیاری از فقها و مفسرین سیره ها نیز آن را منکر شده و صدا را از فرشتگان دانسته‌اند و بدیهی است که به ذهن هیچ یک از آنها نرسیده است که این صدا صدای روح خود محمد است، چرا که سالها تفکر و اشباع شدن روح از یک اندیشه مستلزم این است که آن اندیشه به صورت واقع درآید و حقیقت در جان کسی که مسخر امری و اندیشه‌ای شده است چون این صدایی طنین افکند. در نهایت چون جرأت نداشتند گفته ابن اسحاق را مجعول و مردود گویند، صدا را از فرشتگان گفته و توجیه کردند و نخواستند یا ندانستند این امر بدیهی را به فکر خود راه بدهند که اگر بنا بود فرشتگان به حضرت سلام کنند در حضور مردم این کار را می‌کردند تا همگان به وی ایمان آورند و مقصود خداوند که اسلام آوردن اعراب است بی دردسر انجام پذیرد. بدیهی است در آن تاریخ نمیتوان از فقیهان و مفسران متوقع بود که قضیه را اگر راست باشد چنین توجیه کنند که آن صدا را صدای روح خود حضرت بدانند. در اینجا این مشکل را نیز مطرح نمی کنیم که اگر پیغمبر تک و تنها بیرون رفته و چنین صدایی به گوش وی رسیده است، سایرین از کجا مستحضر شده اند؟ زیرا خود پیغمبر چنین مطلبی را به کسی نگفته است و حدیثی مستند و معتبر در این باب نیامده است. پس طبعا مخلوق قوه مخیله کسانی است که بی‌دریغ در مقام بیان اعجاز و جعل خوارق هستند. ابن اسحاق هم دروغ نگفته است، یعنی قصد گفتن دروغ نداشته است و حتما از کسی شنیده و چون مطابق ذوق و طبع مؤمن او بوده است قبول کرده و ابدا از گوینده روایت نپرسیده است و خود هم قضیه را نسنجیده است که وقتی سنگ و درخت سلام کرده اند کسی آنجا نبوده است.
و خود پیغمبر هم چنین ادعایی نکرده است و تنها مطلبی که گفته است همان حکایتی است که از عایشه نقل کردیم. اما انسان اسیر عقاید تعبدی خیش و منقاد خواهش‌های جسمی و نفسی خیش است. در این صورت قوه تعقل تیره شده و نمیتواند روشن ببیند و حتی هر دلیل مخالفی که به عقیده و مشتهیات جسمی و معنوی او خراشی وارد کند نادیده میگیرد و به هر گونه قرینه احتمالی چنگ میزند که پندارها و رغبات خیش را حقیقت جلوه دهد. سر شیوع خرافات و اوهام نیز جز این نیست. کتاب 23 سال، نویسنده علی دشتی، فصل اول، محمد، بخش پنجم، پس از بعثت. آغاز دعوت اسلام به طور قطع معین نیست، زیرا پس از 5 آیه نخستین سوره علق که در سن 40 سالگی بر محمد نازل شد و بعثت را مقرر فرمود، مدتی وحی منقطع گردید. علاوه بر این، دعوت مدتی مخفیانه و میان عده معدودی صورت می گرفت، ولی از همان 7 تا 10 سوره‌ای که بعد از سوره علق نازل شده است، آثار مخالفت و استهزاء و انکار در مردم ظاهر گردیده و در نتیجه حالت شک و تردید و تزلزل در محمد دیده می شود. متاسفانه قرآن بد تنظیم شده و نهایت بی‌ذوقی در تدوین آن به کار رفته است و همه مطالعه کنندگان قرآن متحیرند که چرا طبیعی ترین و منطقی ترین روش تدوین را در پیش نگرفتند و قرآن را مطابق نسخه علی ابن ابی طالب، یعنی بر حسب تاریخ نزول، جمع‌آوری و تدوین نکرده اند که بیشتر معنی نماید و مردمان آینده را هم به کیفیت نشو و نمای اسلام و هم به طرز تفکر و روحیات شارع آن آشناتر کند. باعث تدوین قرآن عمر بود که نزد ابوبکر رفته و اصرار ورزید قرآن جمع‌آوری و تدوین شود، زیرا هم اختلاف در متن و قرائت قرآن زیاد شده بود و هم عده‌ای از صحابه پیغمبر در جنگ یمامه کشته شده بودند و قرآن‌های آنان را که بر برگ درختان نوشته شده بود حیوانات خورده بودند. ابوبکر از این کار اکراه داشت، زیرا می گفت اگر لازم بود خود پیغمبر در زمان حیاتش بدان مبادرت می ورزید. ناچار پس از اصرار عمر، زید ابن ثابت که آخرین کاتب وحی بود احضار و مأمور جمع‌آوری قرآن شد و پس از آن در خلافت خود عمر، عثمان مأمور این کار شد و با همکاری عده‌ای قرآن را بدین شکل تنظیم کردند که مبتنی بر بزرگی و کوچکی سوره هاست و بعض آیات مکی را در سوره های مدنی و آیه های مدنی را در سوره های مکی گنجانیده اند. محققان اسلامی و فرنگی از روی قرائن و امارات تاریخی و حوادث و وقایع و همچنین مفاد آیات، ترتیب و تاریخ نزول سوره ها را به طور تقریب مسجل کرده اند، مخصوصاً ندلکه. در هر صورت سوره های نخستین مکی قرآن تا درجه ما را از منازعات سالهای اولیه اسلام مطلع می کند. مثلا در سوره الضحی پس از قسمها چنین می فرماید: ما ودعک ربک و ما قلی وللآخرة خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی و وجدک ضالا فهدی و وجدک عائلا فاغنی. چه اتفاقی افتاده است که خداوند محمد را تسلیت می دهد و تشویق می کند؟ آیا این سوره پس از انقطاع وحی آمده است که در آیه 3 می فرماید خداوند تو را رها نکرده و بی عنایت نگذاشته است؟ اگر چنین است و جلالین نیز چنین تفسیر کرده اند، پس باید این سوره دوم باشد، در صورتی که همه تدوین کنندگان آن را سوره 11 قرار داده اند. شاید آیه ها برای تشویق و رفع تزلزل خاطر پیغمبر است، در مقابل انکار مخالفان که می‌فرماید عاقبت کار تو بهتر از آغاز خواهد بود. خداوند آنقدر به تو بدهد که راضی شوی. آیا یتیم نبودی پناهگاهی به تو داد؟ گمراه نبودی هدایتت کرد؟ بیچیز نبودی مستغنیت کرد؟ همچنین است سوره انشراح که بعد از این سوره قرار دارد و به ترتیب نزول سوره 12 محسوب می شود که خداوند می فرماید: الم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک، تا آخر سوره که تقریبا همان مضامین سوره پیش است و گویی برای رفع تزلزل خاطر و تقویت روحی محمد نازل شده است. و اگر بخواهیم با دیده واقع بین بنگریم و مطلب را از لحاظ روانشناسی توجیه کنیم، باید این دو سوره را صدای روح و تمنیات جان خود او بگوییم. پس از مدتی که دعوت به اسلام مخفیانه و میان عده‌ای انجام شد، بر طبق دستور پروردگار و آیه و انذر عشیرتک الاقربین، حضرت محمد رؤسای قریش را به صفا دعوت کرد و هنگامی که همه جمع شدند آنها را به دین اسلام خواند. ابولهب از میانه برخاست و خشمگین فریاد زد: تبا لک یا محمد الهذا دعوتنا.
یعنی زیان و آسیب بر تو باد ای محمد، آیا بر این ما را دعوت کردی؟ سوره مسد جواب این پرخاش ابولهب است و همان کلمه تب را که معنی خسران و زیان می‌دهد استعمال کرده است. تبت یدا ابی لهب و تب، یعنی دستهای ابولهب بریده باد. او به مال و پسران خود می‌نازید. خدا می‌فرماید مال و اولاد او هنگامی که شراره آتش در او بگیرد به کارش نیاید. پس زن او ام جمیل را که در راه پیغمبر بر او خار و خاشاک می‌ریخت نیز بی‌نصیب از آتش نگذاشته است. زنش هیزمکش است و بر گردن تنابی از لیف خرما دارد. تبت یدا ابی لهب و تب، ما اغنا عنه ماله و ما کسب، سیصلی نارا ذات لهب و امرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. از سیر در تاریخ 13 ساله بعد از بعثت، مخصوصا از مرور در سوره های مکی قرآن، حماسه مردی ظاهر می شود که یک تنه در برابر طایفه اش قد برافراشته، از توسل به هر وسیله‌ای حتی فرستادن عده‌ای به حبشه و استمداد از نجاشی برای سرکوبی قوم خود روی نگردانیده و از مبارزه با استهزا و بدزبانی آنها باز نمانده است. عاص بن وائل پس از مردن قاسم فرزند پیغمبر او را سرکوفت داد و ابتر یا بلا عقب خواند. آنگاه بیدرنگ سوره کوثر نازل می شود و خداوند به وی می فرماید ان شانئک هو الابتر، یعنی کینه‌توز و سرزنش کننده تو ابتر است. در ایام حج که طوائف به کعبه روی می آورند، محمد به رؤسای آنها سر می زد، همه را به دین اسلام دعوت می کرد. عموی متشخص او ابولهب همه جا به دنبالش می رفت و در حضور محمد به آنها می گفت این برادرزاده من دیوانه است، به سخنان وی التفات نکنید. در سوره طور که از فصیح‌ترین و خوشاهنگترین سوره های مکی است، گوشه‌ای از این مجادله محمد با قوم خود ترسیم شده است. فذکر فما انت بنعمت ربک بکاهن ولا مجنون، ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، قل تربصوا فانی معکم من المتربصین، ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون، ام یقولون تقوله بل لا یؤمنون، فلیأتوا بحدیث مثله ان کانوا صادقین. یعنی تو کار خود را بکن، از عنایت پروردگار نه کاهنی نه دیوانه، بلکه میگویند محمد شاعری است و چیزهایی به هم میبافد و به زودی در حوادث دهر به هم پیچیده میشود. بگو من همچون شما مترقب و منتظرم که کدام یک از ما از میان خواهیم رفت. میگویند قرآن کلام خدا نیست و محمد آن را ساخته است. اگر راست میگویند مانند آن را بسازند. در سوره طه باز این مجادله نمایان شده و نیروی جدال و استدلال خطابی محمد به کار افتاده است. در آیه های 4 الی 8 سوره فرقان نوع اتهاماتی که به محمد زده اند بیان شده است. و قال الذین کفروا ان هذا الا افک افتراه و اعانة علیه قوم آخرون فقط جاءوا ظلما و زورا و قالوا اساطیر الاولین اکتتبها فهی تملی علیهم بکرة و اصیلا قل انزله الذی یعلم السر فی السماوات والارض انه کان غفورا رحیما و قالوا ما لهذا الرسول یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق لولا انزل الیه ملک فیکون معه نذیرا او یلقی الیه کنز او تکون له جنة یأکل منها و قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. خلاصه این که کافران میگویند قرآن جعل و دروغ است و دیگران او را در پرداختن این مجعولات یاری کرده اند. چه بی انصاف مردمانند. این قرآن افسانه های گذشته است که دیگران برایش می نویسند و بامداد تا شام بر او املا و تلقین می کنند. بگو آن که بر اسرار آسمان ها و زمین داناست آن را فرستاده است. میگویند این چه پیامبری است که هم غذا می خورد و هم به بازار می رود. اگر راست می گفت آیا بهتر نبود فرشته ای از آسمان به زمین می آورد که گفته هایش را تصدیق کند، یا لااقل گنجی برایش می آورد یا باغستانی می داشت که از آن ارتزاق کند تا نیازی به رفتن بازار نداشته باشد؟ در سوره های مکی صحنه های فراوانی از این مجادلات دیده می شود که نوع اتهامات در آن بیان شده است. دیوانه، جادوگر، جنزده، وابسته به شیطان و می گفتند آیات قرآن از قبیل ورد و عزایم ساحران است. گاهی می گفتند اظهارات محمد مطالبی است که دیگران به وی آموخته اند، زیرا خواندن و نوشتن نمی داند. آنهایی که ملایمتر بودند می گفتند مردی است خیالباف و اسیر خوابهای آشفته خیش، یا شاعری است که خواب و پندارهای خود را به صورت نثر مسجع می آورد.
اما در سوره‌های مکی گاهی به آیاتی برمیخوریم که از سیاق این مجادله مستمر دور می‌شود، مثل اینکه حالت نومیدی به حضرت دست داده و از این روی در نیروی مقاومت او فتوری پدید آمده است و بوی سازش با مخالفان از آن استنباط می‌شود، گویی در مقابل نوید دوستی مشرکان و مدارای آنان می‌خواهد با آنها به نوعی سازش برسد. آیه‌های 73 و 74 و 75 سوره اسراء این معنی را نشان می‌دهد. و ان کادوا لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیرة و اذا لاتخذوک خلیلا و لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا اذا لأذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لک علینا نصیرا. مفهوم اجمالی سه آیه فوق شایان دقت و تفکر است که خداوند به پیغمبر می‌فرماید نزدیک بود تو را فریب دهند و جز آنچه ما به تو وحی کرده ایم بگویی. در این صورت با تو دوست می شدند، ولی ما تو را از این لغزش نگاه داشتیم، ورنه عذاب دنیا و آخرت را برای خود ذخیره کرده بودی. آیا راستی چون این حالتی به محمد دست داده است که از لجاج و مقاومت عنودانه قریش به سطوح آمده باشد و بالنتیجه فکر سازش یا لااقل مماشات در وی پدیدار گردیده باشد؟ شاید از طبیعت آدمی در مواجهه با دشواری‌ها و نومیدی از پیروزی چون این واکنشی چندان دور نیست، مخصوصاً که قصه قرانیق در بسیاری از سیره‌ها و روایات آمده است و بعضی از مفسرین شأن نزول این آیات را قضیه قرانیق دانسته‌اند. قضیه قرانیق میگویند روزی در نزدیکی خانه کعبه حضرت محمد سوره النجم را بر عده‌ای از قریش خواند. سوره است زیبا و نمودار نیروی خطابی پیغمبر و حماسه روحانی او. از رسالت و صدق ادعای خود سخن میگوید که فرشته حامل وحی بر او نازل کرده است و در طی بیان خود اشاره‌ای به بت‌های مشهور عرب میکند. افرأیتم اللات و العزی و مناة الثالثة الاخری. آیه های 20 و 21 سوره النجم. و تقریبا در مقام تحقیر این سه بت است که از آنها کاری ساخته نیست. پس از این دو آیه دیگر هست که از متن اغلب قرآنها حذف شده است، زیرا میگویند شیطان این دو آیه را بر زبان پیغمبر جاری ساخت و بعداً پیغمبر از گفتن آن پشیمان شد. دو آیه این است: تلک غرانیق العلا فسوف شفاعتهن لترجی. آنها یعنی آن سه بتی که نام برده شد طایران بلند پروازند، شاید امیدی به شفاعت آنها باشد. و پس از آن به سجده افتاده و قریشیان حاضر چون دیدند محمد نسبت به سه خدای آنها احترام کرده و آنها را قابل وساطت و شفاعت دانسته است به سجده افتادند. عده‌ای که اصل عصمت را امری مسلم می‌دانند و وقوع چنین امری خللی بدان اصل وارد می‌کند، این حکایت را مجعول گفته و به کلی منکر وقوع آن شده اند و حتی آن دو جمله را از قرآن حذف کرده اند. ولی روایات متواتر و تعبیرات گوناگون و تفسیر بعضی از مفسرین وقوع حادثه را محتمل الوقوع می‌کند. تفسیر جلالین که دو نویسنده آن از متدینان و متشرعان بیشائبه اند، شأن نزول آیه 52 سوره حج را همین امر دانسته‌اند و آن را یک نوع تسلیت از جانب خداوند گفته‌اند که برای رفع ندامت شدیدی که از گفتن این دو جمله به پیغمبر روی داده است و به منظور آرامش خاطر وی نازل شده است. آیه 52 سوره حج چنین است: و ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنی القی الشیطان فی امنیته فینسخ الله ما یلقی الشیطان ثم یحکم الله آیاته والله علیم حکیم. یعنی قبل از تو نیز این امر برای سایر پیغمبران روی داده و شیطان مطالبی بر زبان آنها جاری ساخته است، ولی خداوند آیات خود را استوار می کند و القاءات شیطان را نسخ می فرماید. چون نظایر این امر در قرآن هست و چندین نص صریح منافی با اصل عصمت است، به حدی که بعضی از دانشمندان اسلامی عصمت را فقط در امر ابلاغ رسالت پذیرفته اند، توجیه قضیه آسان می شود. محمد که از عناد مخالفان خسته شده است، در قیافه حاضران تمنای سازش و مماشات تفرس کرده است و به طور طبیعی یکی دو جمله برای رام کردن آنها گفته است. آنها نیز خوشنود شده با محمد به سجده در آمده اند. ولی اندکی بعد که آن جماعت متفرق شده و صحنه ناپدید شده است، آوایی از اعماق روح محمدی که بیش از 30 سال به توحید اندیشیده و شرک قوم خود را لکه تاریکی و پلیدی دانسته است، بلند می شود
و او را از این مماشات بازخواست می‌کند. آن وقت آیه‌های 73، 74 و 75 سوره اسراء پی در پی نازل می‌شود که مفاد آنها با آنچه فرض کرده ایم کاملا منطبق است، مگر آنکه همه آنها را یک نوع صحنه‌سازی فرض کنیم، یعنی پیامبر خواسته است به مشرکان قریش بگوید من با شما از در مسالمت و مماشات درآمدم و برای جلب دوستی شما گامی برداشتم، ولی اینک خداوند مرا از آن نهی کرده است. این احتمال با صداقت و استقامت و امانتی که از محمد معروف است قدری مغایرت دارد. کتاب 23 سال، نویسنده علی دشتی. AvoyaBook.press.com فصل دوم، دین اسلام. بخش اول، محیط پیدایش اسلام. دیانت به مفهوم حقیقی در اعراب بادیه نشین ریشه محکمی ندارد و تا امروز هم آنان را به عوالم روحانی و مافوق الطبیع توجهی نیست. مردمی فقیر در سرزمین خشک و بی‌برکت زندگی می‌کنند و جز پاره‌ای عادات و رسوم هیچ گونه نظام اجتماعی استواری بر آنها حکومت نمی‌کند. مردمانی سریع الانفعال، از بیت شعری به وجد و نشاط آمده و از بیت دیگر به خشم و کینه می‌افتند. خودخواه و مغرورند و به همه چیز خیش تفاخر می‌کنند، حتی به نقاط ضعف و به جرم و خشونت و اعمال عنیف خود. مردم نادان و دستخوش اوهام و انباشته از پندار و خرافی به حدی که در زاویه هر تخت سنگی جنی و شیطانی در کمین خیش تصور می‌کنند. به واسطه طبیعت خشک سرزمین خیش از زراعت که اساس تمدن انسانی است بیزارند و خاری را در دم گاو و عزت را در پیشانی اسب می‌جویند. جز انجام حوایج ضروری و آنی و حیوانی خود هدفی ندارند و بت‌ها را برای همین مقصود می‌خواهند و می‌پرستند و از آنها یاری می‌جویند. تجاوز به دیگران امری است متداول و رایج، مگر اینکه آن دیگران مجهز و آماده دفاع از خیش باشند. گاهی تجاوز به حقوق غیر و به کار انداختن عنف مایه مباهات می‌شود و اشعار حماسی برای آن می‌سرایند. اگر به زن دیگری دست یافتند، به جای اینکه شیوه جوانمردی به کار انداخته و اسرار او را فاش نسازند، برعکس آن زن را رسوا ساخته و نشانه‌هایی از اندام وی را در شعری شرح می‌دهند. خدا از نظر آنها یک موجود قراردادی است، واقع و نفس الامر برای او قائل نیستند. از این رو در مقام رقابت با قبیله‌ای که بت معروفی دارد برای خیشتن بتی دیگر می‌آفرینند و به ستایش آن می‌پردازند. خانه کعبه بتخانه بزرگ و قبله طوایف عرب است، پس باید مورد احترام و مکانی مقدس به شمار آید. ولی عبدالدار بن حدیب به قبیله خود جهینه پیشنهاد کرد که بیایید در سرزمین حورا خانه‌ای بسازیم در برابر کعبه تا قبایل عرب بدان روی آورند، و چون قبیله او اقدام به چنین کاری را خطیر و بزرگ دانست و با وی موافقت نکرد، آنها را حذف کرد. از کتاب تنکیس الاسنام. در همین کتاب روایتی است که روحیه اعراب را تا حدی نشان می‌دهد. ابرهه در صنعا کلیسایی به نام قلیس از سنگ و چوب‌های گرانبها ساخت و گفت دست از عرب بر ندارم تا کعبه را رها کرده و بدین معبد روی آورند. و یکی از سران عرب کسانی فرستاد تا قلیس را شبانه به کثافت و نجاست اندودند. مرد پدر کشته‌ای به خونخواهی پدر برمیخیزد، ولی قبلا به سوی بتی به نام ذوالخلصه روی می آورد. به وسیله تیر از وی میپرسد که به دنبال قاتل پدر برود یا نه. اتفاقا فال بد آمده، یعنی ذوالخلصه او را از رفتن به دنبال این کار منع می کند. اما مرد عرب بیدرنگ پشت به ذوالخلصه کرده میگوید اگر چون من پدر تو را کشته بودند هرگز دستور نمیدادی از خونخواهی پدر باز ایستم. اگر اقوام ابتدایی آفتاب و ماه و ستارگان را پرستیدند، اعراب بدوی شیفته سنگ بودند و به دور آن طواف می‌کردند. مسافر بادیه به هر منزل که می‌رسید نخست 4 سنگ پیدا می‌کرد، آنکه زیباتر بود برای طواف می‌گذاشت و بر 3 سنگ دیگر دیگ خود را بار می‌کرد. گوسفند و بز و شتر حتما باید در برابر سنگ قربانی شود و خونش سنگ را رنگین کند. بدین مناسبت بد نیست روایت دیگری از کتاب تنکیس الاسنام بیاوریم، چه نشان دهنده این معنی است که حتی در بتپرستی نیز جدی نبودند، بلکه در روی آوردن به اصنام تابع اوهام روح ضعیف و نادان خیشند. مرد عربی شتران خود را به سوی بتی موسوم به سعد برد تا تبرک جوید. شتران از سنگی که خون قربانی‌ها آن را رنگین ساخته بود رمیدند.
از خشم سنگی بر سر آن بت کوفت و فریاد زد خدا تو را از برکت ستایش مردم دور کناد. و ابیاتی یادگار آن حادثه است بدین مضمون: ما نزد سعد آمدیم که ما را از پراکندگی نجات دهد و او ما را پراکنده کرد. مگر سعد جز پارچه سنگ در بیابان افتاده است که نه هدایت می بخشد و نه گمراه می کند. از سیر در تاریخ سالهای نخستین هجرت این خصوصیت قومی خوب به چشم می خورد. ترس یا امید به غنایم طوایف اطراف مدینه را به سوی مسلمانان می برد و شکست مسلمین چون شکست احد آنها را دور می ساخت و موجب می شد به مخالفان مسلمانان روی آورند. حضرت محمد به خوی و روش آنها کاملا آشنا بود و از این رو در قرآن مکرر به آیاتی برمیخوریم که همین معنی را میپروراند. مخصوصا در سوره توبه که آخرین سوره های قرآنی و به منزله وصیت‌نامه پیغمبر است. آیه های 50 و 101 را بخوانید که در یکی از آنها صریحاً می‌فرماید: اعراب بیش از هر قومی به کفر و نفاق می‌گرایند و ابداً شایستگی آن را ندارند که اصول خداپرستی را به کار بندند و از این رو آرزو می‌کنند کاش قرآن بر غیر عرب نازل شده بود. ولو نزلنا علی بعض الاعجمین، سوره شعراء آیه 28. باری سخن از شیوع اوهام و خرافات در عربستان بود که حتی بت‌ها را نیز برای انجام حوایج ضروری و زودگذر روزانه می‌پرستیدند. اما در حجاز مخصوصا در دو شهر مکه و مدینه امر چنین نبود. ساکنان این دو شهر مخصوصا یثرب تا حد زیادی در تحت تاثیر عقاید یهودیان و ترسایان قرار گرفته بودند. کلمه الله میان آنها رواج یافته بود. خود را از اعقاب حضرت ابراهیم می‌دانستند. از اخبار بنی اسرائیل و روایات تورات کم و بیش اطلاع داشتند. قصه آدم و شیطان در میان آنها رواج یافته به وجود فرشتگان معتقد بودند. نهایت آنان را به صورت دختر تصور می‌کردند و در قرآن مکرر به این عقیده باطل آنها اشاره شده است. الکم الذکر و له الانثی، آیا دختران از خداوندند و پسران از شما؟ سوره نجم آیه 21. علاوه بر اینها بسیاری از عادات یهودیان میان آنها متداول شده بود، از قبیل ختنه، غسل جنابت، دوری از زنان در حال قاعدگی و تعطیل روز جمعه در مقابل شنبه. بنابراین دعوت اسلام در حجاز یک امر کاملا نوظهور و به کلی مباین محیط اجتماعی نبوده است. علاوه بر وجود اشخاصی روشن که حنیف نامیده می شدند و از بتپرستی اجتناب داشتند، در ذهن همان بتپرستان فروغ لرزانی تابیده بود و در قرآن نیز مکرر به این معنی تصریح شده است. ولئن سألتهم من خلقهم لیقولن الله، سوره زخرف آیه 87. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض و سخر الشمس وللقمر لیقولن الله فانی یؤفکون، سوره عنکبوت آیه 6، که در هر دو آیه صریحاً می‌فرماید که از آنها بپرسید که دنیا را آفرید و آفتاب و ماه را به کار انداخت. میگویند خدا. مشرکان قریش بت‌ها را رمز قدرت معنوی و وسیله تقرب به خدای می‌دانستند، چنان که در آیه 3 سوره زمر بدین معنی اشاره شده است: ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفی، یعنی ما آنها را می‌پرستیم برای اینکه ما را به خدا برسانند. با وجود اینها اسلام در مکه نشو و نما نیافت و 13 سال دعوت مستمر حضرت محمد و نزول آیات معجزه‌آسای سوره‌های مکی نتوانست توفیق به بار آورد، به طوری که غالباً حد زده می شود عده اسلام آورندگان در آنجا بیش از 100 نفر نبود. جهاد واقعی و مستمر و شبانه روزی حضرت محمد در طی 13 سال نتوانست عناد و لجاج قریش را در هم شکند و گروندگان به اسلام جز عده انگشت شماری چون ابوبکر، عمر، عثمان، حمزه، عبدالرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص و غیره هم غالباً از قشرهای پایین و از طبقه بی‌بضاعت بودند که در نظر جامعه حجازی ارزش و اعتباری نداشتند. ورقه بن نوفل که خود رسما مسلمان نشده بود ولی پیوسته محمد را تایید می‌کرد، به پیغمبر توصیه کرده بود ابوبکر را هم به اسلام دعوت کند و چون مرد محترمی است ایمان او تأثیری در رونق دعوت اسلام خواهد داشت. همینطور هم شد، یعنی در نتیجه اسلام او عثمان بن عفان و عبدالرحمن بن عوف و طلحه بن عبیدالله و سعد بن ابی وقاص و زبیر بن العوام نیز مسلمان شدند. از صفات مشخص دعوت اسلام پایداری و استقامت حضرت محمد است. رسوخ و استواری یک مقصد اعلی از آن هویداست. هیچ مانعی محمد را از دعوت خود منصرف نکرد، نه وعده و نه وعید، نه تمسخر و استهزاء و نه آزار یاران ضعیف او. از این گذشته محمد چاره‌جوست و به هر وسیله‌ای متوسل می شود.
در سال 5 بعثت عده‌ای از یاران خود را به حبشه فرستاد بدین امید که پادشاه حبشه به یاری وی بشتابد. پادشاه حبشه خداپرست و مسیحی است، پس حقاً باید به یاری مردمی که بر ضد بتپرستی قیام کرده‌اند بشتابد. این امر قریش را نگران ساخت و آنان نیز عده‌ای با هدایا به سوی نجاشی فرستادند بدین امید که نجاشی گوش به سخنان مهاجران ندهد و بلکه مسلمانان را به عنوان مردمان منحرف و عاصی بدانها تسلیم کند. شاید در بدایت امر و آغاز دعوت اسلام قریش چندان بدین ادعا اهمیت نمیدادند و به تمسخر و استهزا و تحقیر محمد اکتفا می‌کردند. او را دیوانه، شاعر، یاوه‌سرا، دروغگو، کاهن و مربوط با اجنه و شیاطین گفتند. ولی اصرار حضرت محمد در دعوت خود و روی آوردن عده‌ای متعین و متشخص رفته رفته آنها را نگران ساخت. اینکه روز به روز عناد و مخالفت قریش با حضرت محمد فزونی گرفت دلیل آشکار دارد. رؤسای قریش تصور کردند و در این تصور محق بودند که اگر کار حضرت محمد بالا گیرد بنیاد زندگانی آنها فرو می‌ریزد. کعبه زیارتگاه قبایل عرب است. هر سال هزاران تن به آنجا روی می‌آورند. محل تلاقی فصحا و شعراست. بازار مکاره و محل داد و ستد تمام عرب شبه جزیره عربستان است. از این گذشته زندگی مردم مکه و شأن و حیثیت رؤسای قریش متوقف بر آمده شد اعراب است و اعراب برای زیارت بت‌های خانه کعبه به مکه روی می‌آورند. اگر مطابق دیانت جدید بتان از کعبه فرو ریخته شود دیگر کسی به کعبه روی نمی‌آورد. به همین ملاحظات 15-16 سال بعد که اسلام قوت گرفت و در سال 10 هجری مکه فتح شد و پیغمبر به صریح آیات قرآنی ورود بر خانه کعبه را بر مشرکین حرام کرد، مسلمانان مکه برای امر معیشت خود نگران شدند و برای رفع نگرانی آنها آیه 28 سوره توبه نازل شد. بدین معنی که اگر از فقر و کساد بازار نگران هستید خداوند به صورت دیگری شما را بی‌نیاز خواهد کرد. باری پس از اینکه قریش مایوس شد از اینکه محمد را از دعوت منصرف کند، به خصوص که خطر دعوت محمد را بهتر احساس می‌کردند، رؤسای قریش روش جدی‌تری پیش گرفتند. نخست به ابوطالب که پیرمرد موجه قوم بود و تصور می‌کردند سخن او در برادرزاده اش تأثیر کند روی آوردند و از او خواستند محمد را از این کار منصرف کند و آنها در عوض با محمد مقام و منصب در خانه کعبه بدهند. پس از آنکه ابوطالب نتوانست برادرزاده خود را از دعوت باز دارد، تمام قریش بنی هاشم را تحریم کردند که کسی با آنها معامله نکند و مدتی آنها در مضیقه افتادند تا حمیت عربی بعضی افراد به جوش آمد و بنی هاشم را از این مخمصه بیرون آوردند. پس از این واقعه و پس از اینکه از آرام کردن محمد خصوصا پس از فوت ابوطالب ناامید شدند، در مقام چاره قطعی برآمدند: یا حبس، یا نفی بلد، یا قتل، و سرانجام پس از زیر و رو کردن این سه شق کشتن وی را عاقلانه ترین راه یافتند. نهایت بایستی دست همه به خون محمد آلوده شود تا بنی هاشم نتوانند از طایفه خاصی خونخواهی کنند و این فکر در سال 12 و 13 بعثت پدید آمد و موجب مهاجرت پیغمبر به مدینه گردید. کتاب 23 سال، نویسنده علی دشتی، فصل دوم، دین اسلام، بخش دوم، معجزه. برای یک ایرانی که از در و دیوارش معجزه میبارد و هر امامزاده‌ای حتی مجهول النسب پیوسته معجزه میکند، از مرور به قرآن به شگفت میافتد که اثری از معجزه در آن نیست. شاید بیش از 20 موضع در قرآن دیده می شود که منکران از حضرت محمد معجزه خواستند و او یا سکوت کرده و یا سر باز زده و بدین اکتفا کرده است که بگوید من بشری هستم چون شما و خیشتن را فقط مأمور ابلاغ دانسته و فرموده است من مبشر و منذرم. روشنترین این موارد آیه های 90، 91، 92 و 93 سوره اسراست. و قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من تخیل و عنب فتفجر الانهار خلالها تفجیرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا او يكون لك بيت من زخرف او ترقي في السماء ولن يؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا. یعنی ما به تو ایمان نمی آوریم مگر اینکه چشمه آبی از زمین بجوشانی یا اینکه باغستانی از نخل و تاک داشته باشی که جویها در آن روان باشد، یا چنان که پنداشته ای قطعه ای از آسمان بر ما فرود آید،
یا اینکه خدا و فرشتگان را به ما نشان دهی، یا اینکه خانه ای از زر ناب داشته باشی، و یا اینکه به آسمان برشوی و عروج تو را به آسمان قبول نمی کنیم مگر اینکه از آسمان نامه‌ای بر صدق گفتار خود فرود آوری که ما آن را بخوانیم. به آنها بگو مگر من غیر از بشری هستم فرستاده شده؟ بیدرنگ پس از این 3 آیه از تقاضای منکران تعجب کرده می‌فرماید و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الارض ملائکة یمشون مطمئنین لنزلنا علیهم من السماء ملکا رسولا. یعنی چرا مردم به مطلب حق گردن ننهاده و متوقعند فرستاده خدا ملائکه باشد؟ به آنها بگو اگر در زمین فرشتگان زندگی می‌کردند پیغمبر را از جنس خود آنها معین کرده و فرشته می‌فرستادیم. آیه 94 و 95 سوره اسراء. این 2 آیه روشن و منطقی است. شخصی از میان قومی برمیخیزد، بهتر میاندیشد، روشن‌تر می‌بیند، بطلان خرافات و سخافت عقاید آنها را به آنها نشان می‌دهد و عادات زیانبخش و خلاف آدمیت را نهی می‌کند. سخنان درست و روشن او مستلزم بهانه‌گیری نیست، اما چیزهایی که موجب مخالفت و بهانه‌گیری است نیز روشن است. مردمی بدین عادات سخیف و جاهلانه خو گرفته‌اند، از کودکی به آنها القا شده و در آنها ریشه گرفته است. در قرن 20 که قرن عقل و روشنی نامیده شده است مگر چنین نیست؟ مگر میلیون‌ها بشر تابع عقل خود و منزه از عادات و معتقدات تلقینی هستند؟ در آن زمان به طریقه اولا مردم از پیروی مردی که می‌خواهد عقاید و عادات اجدادی آنها را در هم بریزد سر باز می‌زنند. اگر گفت من این سخنان را از طرف خدا میگویم، از او دلیل میخواهند، برای اینکه خود این مرد برای پیغمبران گذشته معجزات گوناگون قائل شده و آنچه را ارباب دیانات راجع به انبیاء خود گفته‌اند برای آنها بازگو کرده است و بنابر مثل مشهور سرود یاد مستان داده است. پس اکنون که نوبت خود او رسیده است باید معجزه ظاهر سازد. مردم قریش نمیخواهند زیر بار یکی از امثال خود بروند. از این رو میگویند و قالوا ما لهذا الرسول یأکل الطعام و یمشی من الاسواق لولا انزل الیه ملک فیکون معه تذیرا او یلقی الیه کنز او تکون له جنة یأکل منها و قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. سوره فرقان آیه های 7 و 8. مثل اینکه خوردن و به بازار رفتن مخالف مقام نبوت است. گویی آنها منتظر بودند که نبی مثل سایر مردمان نباشد و احتیاجی به خوردن و آشامیدن نداشته باشد. از این رو با کمال ساده‌لوحی و نادانی میگویند این مرد چگونه دعوی پیغمبری میکند که هم طعام میخورد و هم در بازار راه میرود؟ اگر راست میگفت فرشته‌ای همراه خود میآورد که عین مطالب او را تصدیق کند، یا اینکه لااقل گنجی از آسمان برایش میفرستادند که برای معاش نیازی به رفتن به بازار نداشته باشد. پس چون فاقد این هاست یا جنی شده و اهریمنی در وی حلول کرده یا دیوانه است. در مقابل این تقاضا و بهانه‌جویی پیغمبر جوابی نمی‌دهد و تقاضای معجزه را با سکوت برگزار می‌کند. ولی در چند آیه بعد، یعنی آیه 30 سوره فرقان، به یک قسمت از ایرادهای آنها از قول خدا پاسخ می‌دهد که قبل از تو هر پیغمبری را مأمور هدایت خلق کردیم، هم غذا می‌خوردند و هم در بازارها راه می‌رفتند. در سوره هجر باز قضیه تکرار شده است. منکران صریحاً میگویند ای کسی که خیال میکنی قرآن بر تو نازل شده است، تو دیوانه ای، اگر راست میگویی فرشته‌ای با خود بیاور. و قالوا یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون لو ما تأتینا بالملائکة ان کنت من الصادقین. سوره هجر آیه 6 و 7. در آیات اولیه سوره انبیاء باز این مطالب تکرار شده است. هل هذا الا بشر مثلکم افتأتون السحر و انتم تبصرون بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر فلیأتنا بآیة کما ارسل الاولون. سوره انبیاء آیه 3 و 5. یعنی این شخص بشری است مانند خود شما، چرا مجذوب شعر او میشوید؟ خوابهای پریشان یا تخیلات شاعرانه خیش را به نام خداوند برایتان نقل میکند. اگر راست میگوید نظیر آنچه انبیاء سلف آورده اند بیاورد. پیغمبر در جواب آنها بدین اکتفا میکند که خداوند میفرماید قبل از تو مردانی برای هدایت فرستادیم که به آنها وحی میکردیم، نه فرشتگان. آنها نیز غذا میخوردند و از زندگانی جاوید بهره مند نبودند. اگر نمیدانید از دانایان یهود و نصاری بپرسید. آیات 7 و 8 سوره انبیاء. روی هم رفته بیش از 25 بار این بهانه‌جویی و معجزه خواستن در سوره‌های مکی آمده است.
و در برابر این تقاضاها جواب پیغمبر یا سکوت بود یا اینکه با کمال صراحت فرمودند من بشری هستم مانند شما که از طرف خداوند وحی و الهام دریافت می‌کنم. در آیه 20 از سوره یونس عین این معنی آمده است و یقولون لولا انزل علیه آیه من ربه فقل انما الغیب لله فانتظروا انی معکم من المنتظرین. یعنی مشرکان میگویند چرا نشانه و علامتی از خدایش ظاهر نمی شود؟ به آنها بگو امور غیبی مخصوص ذات پروردگار است، یعنی من همچون شما از مکنونات غیبی و اراده حق تعالی اطلاعی ندارم. من همچون شما منتظرم، یعنی منتظر ظهور معجزه. باز در سوره رعد آیه 7 همان معنی تکرار شده است، ولی پیغمبر در آنجا فقط خود را مأمور ابلاغ اوامر مینامد و جوابی به این که چرا آیه این نازل نمی شود نمی دهد. و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه من ربه انما انت منذر و لکل قوم هاد. کافران میگویند پس چرا نشانه و آیتی بر صحت گفتار او از طرف خداوندش ظاهر نمی شود؟ در اینجا خداوند میفرماید تو فقط بیم دهنده ای و هر قوم پیشوایی دارد، یعنی تکلیف تو ابلاغ اوامر است، دیگر آوردن معجزه کار تو نیست. عین اعتراض مشرکان و جواب پیغمبر که من فقط منظرم و نشانه و آیت مخصوص ذات خداوند است در جای دیگر تکرار شده است، با این تفاوت که پیغمبر آیت و معجزه خود را قرآن میگوید. و قالوا لولا انزل علیه آیات من ربه قل انما الآیات عند الله و انما انا نذیر مبین. گفتند چرا خدایش آیتی نمیفرستد؟ به آنها بگو که آیتها همه مخصوص ذات پروردگار است و من فقط بیم دهنده ام. سوره عنکبوت آیه 50. اما پس از آن خداوند می‌فرماید اولم یکفهم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیهم ان فی ذلک لرحمة و ذکر لقوم یؤمنون. سوره عنکبوت آیه 51. یعنی آیا نازل کردن قرآن بر تو آنها را کفایت نمی کند که در آن تذکرات و رحمت برای اهل ایمان است؟ در سوره ملک آیه 25 که مشرکان به او میگویند پس این روز قیامت که تو از آن سخن میگویی کی خواهد آمد، تصریح میکند که علم بر آن مخصوص ذات خداوند است و من فقط نذیرم. قل انما العلم عند الله و انا نذیر مبین. در سوره نازعات آیه های 43, 44 و 45 که باز صحبت از روز حشر است، نفی علم از شخص رسول به طور صریح‌تری آمده است. فیم انت من ذکراها انی ربک منتهاها انما انت منذر من یخشاها. یعنی تو از کجا میدانی قیامت کی میرسد؟ فقط خداوند میداند، تو فقط باید مردم را از روز جزا بیم دهی. اصرار متوالی و مکرر مشرکان در خواستن معجزه و سوگند یاد کردن آنها بر اینکه اگر نشانه اعجازی به ظهور پیوندد ایمان خواهند آورد، رفته رفته در نفوس مسلمانان و حتی در کنه روح خود پیغمبر این آرزو را برانگیخت که کاش خدا تفضل میکرد و یکی از تقاضاهای مشرکان را در باب اعجاز و تایید رسالت محمد برآورده میکرد تا همه منکران مات و مبهوت شده ایمان میآوردند. این سه آیه سوره انعام را بخوانید. آیات 109, 110 و 111. و اقسموا بالله جهد ایمانهم آیت لا یؤمنون بها قل انما الآیات عند الله و ما یشعرکم انها اذا جاءت لا یؤمنون و نقلب افئدتهم و ابصارهم کما لم یؤمنوا به اول مرة و نظرهم فی طغیانهم یعمهون ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه و کلمهم الموت و حشرنا علیهم کل شیء قبلا ما كانوا لیؤمنوا الا ان یشاء الله ولکن اکثرهم یجهلون. مفهوم آیه چنین است که مشرکان به خدا سوگند یاد کردند که اگر آیتی ظاهر سازد، یعنی یکی از تقاضاهای آنها انجام شود، ایمان میآورند. ای محمد به آنها بگو آیات نزد خداوند است، یعنی در دست من نیست. میدانید اگر آیاتی هم ظاهر سازم باز ایمان نمی آورند. آنها را در گمراهی خود باقی بگذاریم. اگر از آسمان فرشته نازل شود و اگر مردگان به سخن آیند و همه امور خارق العاده را در برابر آنها نهیم، باز ایمان نخواهند آورد مگر اینکه خدا بخواهد، اما اغلب آنها نمیدانند. اکنون مطالب این سه آیه را اجمالاً بررسی می‌کنیم. 1. مشرکان سوگند یاد کردند که اگر یکی از معجزاتی که از پیغمبر خواسته‌اند ظاهر سازد ایمان می‌آورند و خداوند به محمد می‌گوید به آنها بگو اعجاز از من نیست و از خداست.
این صریح است که خلق عادت در دست آدمیزاد نیست، هرچند پیغمبر باشد. یعنی قوانین طبیعت لایتغیر است و خلاف آن صورت نمیگیرد. خاصیت آتش سوزاندن است و این خاصیت همیشه با اوست. 2. می‌فرماید چه می‌دانید اگر هم معجزه‌ای روی بدهد باز هم ایمان نمی‌آورند. میتوان جواب نقضی به این قضیه داد و گفت که از کجا معلوم که اگر معجزه‌ای روی میداد ایمان نمی‌آوردند. ظاهر امر این است که هر خلق عادتی بشر را به شگفتی می‌اندازد و به آن کسی که خلق عادت را کرده است با نظر ستایش می‌نگرد و هیچ بعید نیست که تسلیم شود. مفسران میگویند ظاهر نشدن معجزه از این روست که خداوند می‌داند که آنها ایمان نمی‌آورند. 3. می‌فرماید و نقلب افئدتهم و ابصارهم، یعنی ما دیده و دل آنها را از حق برگردانده ایم. از این رو به آیاتی که سابقا فرستادیم ایمان نیاوردند. خدایا راست گویم فتنه از توست. اگر خداوند قادر متعال مردم را از دیدن حق کور کرده است، دیگر چه توقعی میتوان از آنها داشت و چرا پیامبر بر آنها مبعوث می شود؟ اما این که می‌فرماید سابقا آیاتی فرستادیم، مقصود از سابق چیست؟ آیا مقصود انبیاء سلف است یا خود حضرت محمد؟ از انبیاء سلف خبر صحیحی در دست نیست، ولی آنچه مربوط به حضرت محمد است به شهادت همین قرآن پیوسته مشرکان آیاتی خواستند و پیوسته به آنها جواب داده شده است که پیغمبر بشیر و نذیر است و شاید مقصود از جمله سابقا آیاتی فرستادیم ایمان نیاوردند همین آیات قرآنی باشد که البته این جواب کافی نیست، زیرا مشرکان برای اینکه به همین آیات قرآنی ایمان آورند و اذعان کنند که از طرف خداوند بر محمد نازل شده است مطالبه دلیل می کنند که مثل عیسی، موسی و صالح و سایر انبیایی که خود قرآن برای آنها معجزاتی قائل شده است، حضرت محمد یکی از آن معجزات را ظاهر سازد. 4. خداوند در آیه 111 انعام می‌فرماید اگر ملائکه هم به سوی آنها بفرستیم و مردگان نیز از قبر برخیزند و با آنها سخن گویند ایمان نمی‌آورند. آنها از پیغمبر می‌خواستند که برای تأیید گفته‌های خود فرشته‌ای از آسمان به زمین بیاورد یا چون عیسی مرده‌ای را زنده کند و پیغمبر هم آرزو داشته است که یکی از این امور صورت گیرد، ولی خداوند به او می‌فرماید که اگر این امور هم واقع شود آنها ایمان نمی‌آورند. 5. در این صورت که آنها ایمان نمی آوردند و در علم خداوندی کفر و شرک آنها ثبت شده است، آیا فرستادن مردی برای دعوت و هدایت آنها یک امر بیهوده نیست و می شود به خداوند حکیم و دانا که امری برخلاف مصلحت و حکمت از وی سر نمی زند کار عبث نسبت داد؟ قطعا متعبدان قشری که عقل را در برابر معتقدات به یک سو انداخته اند خواهند گفت این امر برای اتمام حجت و برای آزمایش خلق است که بر خود آنها ثابت شود مردمان تبهکاری هستند و مستحق عذاب آخرت. اما جواب آنها در آخر همان آیه آمده است، یعنی در آیه 111 که خداوند می‌فرماید الا ان یشاء الله، یعنی این مردم ایمان نمی آورند مگر آنکه خداوند بخواهد. پس نتیجه لازم قضیه این است که چون خداوند نخواست آنها ایمان نیاوردند و این مطلب را صریحاً در آیه 110 فرموده است که ما چشم و دل ایشان را از گرویدن به حق گردانیده ایم. قبل از این آیات در همین سوره انعام در آیه 107 می‌فرماید ولو شاء الله ما اشرکوا، یعنی اگر خداوند می‌خواست مشرک نمی‌شدند. پس خدا خواسته است که مشرک شوند. بنده ضعیف با خواست خدای توانا چه می‌تواند کرد؟ پس محمد هم نمی‌تواند آنها را از شرک و بت‌پرستی منصرف کند، برای آنکه شرک آنها معلول اراده خداوند است. پس آنها مقصر نیستند، بنابراین چرا آنها را به عذاب آخرت بیم می‌دهند؟ اگر مشیت الهی ملاک ایمان مردم است، آیا به عدالت و حقیقت و عقل نزدیکتر نبود که آن مشیت الهی به نیکی و هدایت مردم تعلق می گرفت تا نیازی به فرستادن انبیا نباشد و بندگان خدا از رسول معجزه نخواهند و این همه عذر برای نیاوردن معجزه نیاورند؟ از سیاق این آیات و آیات دیگر چنین برمی آید که حضرت انجام تقاضای مشرکان را به دست مسامحه و تفره می دهد و این معنی از سوره تکویر به خوبی مستفاد می شود. سوره تکویر از بلیغ‌ترین و شاعرانه ترین سوره های مکی، بسی موزون، مسجع و خوشاهنگ است و قوه دلایل خطابی حضرت رسول از آن ساطع است. پیغمبر از جواب مستقیم به مشرکان به نحو بارزی اجتناب می کند. در عوض ادعای خود را به شکل گرم و مؤثری بیان می کند. البته همه مطالب از طرف خدا گفته می شود. پس از 18 سوگند در 18 آیه خداوند مشرکان را که مدعی بودند گفته‌های محمد هذیان کاهنان و مولود دماغ علیل شخص مشروعی است مخاطب ساخته می‌فرماید انه لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی عرش مکین
مطاع ثم امین و ما صاحبکم به مجنون و لقد رآه بالافق المبین و ما هو علی الغیب بزنین و ما هو به قول شیطان الرجیم، که معنی آن به طور خلاصه چنین است: قرآن سخن فرستاده است امین، مقصود جبرائیل است، که در پیشگاه باری تعالی مستقر است و متاع است و امین. مرد شما یعنی محمد دیوانه نیست، او را یعنی فرستاده خدا را در افق روشن خاور دیده است. محمد در ابلاغ پیام خداوند بخیل نیست و آن پیام از شیطان رجیم نیست. آیات 19 الی 24 سوره تکویر. اغلب کسان از محمد معجزه می‌خواستند تا مسلمان شوند و خداوند درباره آنها می‌فرماید اگر فرشته نازل کنیم و مردگان با آنها سخن گویند باز ایمان نخواهند آورد. 10-12 سال بعد که برق شمشیر محمد و یارانش درخشیدن گرفت ایمان آوردند، به طوری که خود خداوند فرموده است یدخلون فی دین الله افواجا. و شاهد بارستر قضیه اسلام آوردن ابو سفیان است. ابو سفیان که از مخالفان سرسخت بود و در جنگ‌های عدیده بر ضد مسلمین شرکت داشت، در سال 10 هجری مسلمان شد. هنگامی که محمد با چند هزار تن به فتح مکه آمد، عباس ابن عبدالمطلب او را نزد پیغمبر آورد و پیغمبر بر او بانگ زد وای بر تو، هنوز نمیدانی که خدایی جز پروردگار عالم نیست؟ ابو سفیان گفت که چرا؟ کم کم دارم بدین عقیده میگرایم. حضرت باز فرمود هنوز منکری که محمد رسول اوست؟ ابو سفیان تمجمج کرده گفت در این باب باید بیشتر بیاندیشم. عباس به او گفت ابو سفیان زودتر مسلمان شو وگرنه همکنون محمد امر می‌کند گردنت را بزنند. ابو سفیان مستعسل می‌شود و ناچار در میان اردوی مسلمین اسلام می‌آورد و پیغمبر برای رضایت خاطر او بنابر توصیه عباس ابن عبدالمطلب خانه او را چون حریم کعبه مأمن قرار داده فرمود من دخل بیته کأن آمنا. و پس از غلبه بر قبیله هوازن در همین سال و به دست آوردن غنایم بیشمار، سران قریش و ابو سفیان را به عطایا و بخشش‌های شاهانه مخصوص گردانید تا به جایی که صدای نارضایی سران انصار را درآورد. علاوه بر موارد فوق، وحشی که حمزه را کشته و جسد او را مثله کرده بود و فریاد خشم و غضب و نفرت پیغمبر را برانگیخته بود و پیغمبر سوگند یاد کرده بود که انتقام عموی شجاع و محبوب خود را از او بستاند، وقتی به حضور پیغمبر رسید و اسلام آورد، اسلام او را پذیرفت. بدیهی است اسلام آنها از ترس بود، ولی پیغمبر همین اسلام آوردن دروغین آنان را پذیرفت. آنچه در باب 3 آیه سوره انعام گفته شد صرف حدس و فرض نیست. قرائنی در آیات دیگر قرآنی هست که این حدس و فرض را تایید می‌کند، به این معنی که نشان می‌دهد خود پیغمبر برای اینکه خداوند آیاتی برای تصدیق نبوت او نمی‌فرستد در باب رسالت خود دچار نوعی شک شده است. صریح‌ترین آنها آیات 94 و 95 سوره یونس است. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. اگر شک داری در آنچه ما به تو نازل کرده ایم، از خوانندگان تورات بپرس، حقیقت از خداوند به تو رسیده است و در آنها شک مکن و از آن مردمان مباش که آیات خداوندی را دروغ دانسته اند، ورنه از زیانکاران خواهی شد. آیا این 2 آیه را نوعی صحنه‌سازی باید فرض کرد که برای اقناع مردم ضعیف و شکاک فروخوانده است تا به آنها بگوید که خود اون نیز مانند آنها دچار شک شده است و اینک خداوند آن شک را برطرف ساخته است؟ یا اینکه این 2 آیه صدای وجدان عمیق و ضمیر ناخودآگاه محمد مایوس از معجزه است؟ تنها این 2 آیه نیست که چنان مفاهیمی را میرساند، در سوره‌های مکی نظیر آنها را میتوان یافت که ما را از انقلاب بحرانگونه‌ای در روح حضرت خبر میدهد، چنان که از آیه سوره هود نوعی عتاب و ملامت استنباط می شود. فلعلک تارک بعضا ما یوحی الیک و ضایق به صدرک ان یقول لولا انزل علیه کنز او جاء معه ملک انما انت نذیر. خداوند به محمد میگوید شاید تو بعضی از مطالبی را که به تو وحی کرده ایم به مردم نمیگویی و نوعی گرفتگی خاطر و ناراحتی احساس میکنی که آنها به تو میگویند اگر راست میگویی چرا گنجی ظاهر نمیسازی یا فرشته‌ای برای صدق گفتار خود نمیآوری؟ تو فقط داعی هستی و دیگر تکلیفی نداری که هرچه آنها خواستند انجام دهی. باز در آیه 35 سوره انعام به گونه دیگر محمد مورد عتاب قرار میگیرد که میتوان فرض کرد که حضرت از این امر دلگیر است که چرا خداوند به اون قدرت اعجاز نداده است.
و ان کان کبر علیک اعراضهم فان استطعت ان تبتغی نفقا فی الارض او سلما فی السماء فتأتیهم بآیة ولو شاء الله لجمعهم علی الهدی فلا تکونن من الجاهلین. یعنی اگر انکار و بهانه‌گیری آنها خیلی بر تو گران آمده است، نقبی در زمین زن یا نردبانی در آسمان بساز تا توانی آنچه می‌خواهند فراهم سازی. اگر خداوند می‌خواست همگی هدایت می‌شدند، ولی تو نادان مباش. در سوره نساء این معنی طور دیگری آمده است. این دفعه راجع به اهل کتاب سخن می‌گوید که گویی یهود نیز از وی معجزه خواستند و برای متقاعد کردن آنان این آیه آمده است. یسألک اهل الکتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء فقد سألوا موسی اکبر من ذلک فقالوا ارنا الله جهرة فاخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات فعفونا عن ذلک و آتینا موسی سلطانا مبینا. یعنی اهل کتاب از تو میخواهند از آسمان برای آنها کتاب بیاوری. از موسی بیش از این تقاضا داشتند و میخواستند خدا را علنا به آنها نشان دهد. پس صاعقه جواب تقاضای ستمکارانه آنها بود. پس به گوساله‌ای روی آوردند پس از آن همه دلایل خداوندی. مع ذلک بخشیده شدند و به موسی نیز سیطره مسلم بخشیدیم. در آیه 59 سوره اسراء عذر معجزه نیاوردن این چنین توجیه شده است: و ما منعنا ان نرسل بآیات الا ان کذب بها الاولون و آتینا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها و ما نرسل بالآیات الا تخفیفا. یعنی سبب نیاوردن معجزه این است که سابقا در قوم ثمود ناقه صالح را فرستادیم ولی باز ایمان نیاوردند، از این رو هلاکشان کردیم. پس اگر برای تو معجزه‌ای ظاهر سازیم و ایمان نیاوردند مستحق هلاک خواهند شد، در صورتی که ما می‌خواهیم آنها را مهلت دهیم تا کار محمد تمام شود، مطابق تفسیر جلالین. آیه بعدی نیز خواندنی و سزاوار تأمل است: و اذ قلنا لک ان ربک احاط بالناس و ما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنة للناس و الشجرة الملعونة فی القرآن و نخوفهم فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا. خداوند در این آیه نخست می‌فرماید ما گفتیم که خدای تو محیط و مستولی بر مردم است، یعنی مترس و حرف خود را بزن. باز می‌فرماید رویایی که بر تو ظاهر ساختیم برای امتحان مردم بود که مقصود داستان معراج است و در اینجا نام رویا بر آن گذاشته است و آن را برای آزمون مردم ظاهر ساختیم، زیرا پس از اینکه قصه معراج را نقل کرده او را مسخره کردند و عده‌ای از اسلام برگشتند. باز می‌فرماید شجره ملعونه باز برای آزمایش خلق و برای ترساندن است که همه اینها آنان را به طغیان بیشتر کشانید، زیرا عرب‌ها بنای تمسخر گذاشته گفتند درخت چگونه در آتش سبز می‌شود. بالاخره در همه جا به جای معجزه نشان دادن تهدید به دوزخ در کار است، چنان که در همین سوره اسراء آیه 58 می‌فرماید و ان من قریة الا نحن مهلکوها قبل یوم القیامة او معذبوها عذابا شدیدا. بسا ساکنین قریه ها را که قبل از روز قیامت به هلاکت رساندیم یا دچار عذاب ساختیم. عجب خداوند رؤوف عادلی است که خود می‌فرماید ولو شئنا لآتینا کل نفس هداها. اگر می‌خواستیم نور هدایت در هر نفسی می‌افکندیم. سوره سجده آیه 12. ولی مع ذلک آنهایی که خودش نخواسته است هدایت شوند به هلاکت و عذاب شدید تهدید می‌کند. آیا بهتر نبود به جای این تشدد یک معجزه ظاهر می‌شد تا همه اسلام آورند و آن همه جنگ و خونریزی صورت نمی‌گرفت؟ در آیه 37 سوره انعام عذر معجزه نیاوردن به گونه دیگر آمده است که کمتر از تهدید به عذاب نیست. قالوا لولا نزل علیه آیة من ربه قل ان الله قادر علی ان ینزل آیة ولکن اکثرهم لا یعلمون. میگویند چرا خدای او آیتی بر صدق گفتارش نمیفرستد؟ به آنها بگو خدا قادر است آیتی بفرستد ولی اکثر آنها نمیدانند. تلازم عقلی و منطقی در این آیه کجاست؟ منکران معجزه می‌خواهند. به آنها جواب داده می‌شود که خداوند قادر است آیتی نازل کند. البته خدا قادر است. منکران می‌دانند که خداوند قادر است و از همین روی معجزه می‌خواهند. پس به همین دلیل که قادر است باید معجزه روی دهد، ولی معجزه‌ای ظاهر نمی‌شود و به گفتن اکثرهم لا یعلمون یعنی اکثر آنها نمی‌دانند اکتفا می‌شود. مردم چه مطلبی را نمی‌دانند؟ اینکه خداوند قادر است. از قضا این را می‌دانند و به همین دلیل معجزه می‌خواهند. از بس که تلازم عقلی میان درخواست مردم و جواب پیغمبر
محو و ناپدید است که در تفسیر جلالین می نویسند اکثر این درخواست کنندگان معجزه نمی دانند که اگر معجزه به وقوع پیوست و آنها ایمان نیاوردند مستحق هلاکت خواهند شد. اولا چرا اگر معجزه صورت گرفت آنها ایمان نیاورند؟ ثانیاً مردمانی بدین سخافت فکر و عناد جاهلانه که در صورت وقوع معجزه باز ایمان نمی آورند بهتر که هلاک شوند. مگر 48 نفر آنها در جنگ بدر کشته نشدند؟ چه زیانی به جهان رسید؟